أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب استحباب جعل النوافل فی البیت، یعنی که باب در مسئله مستحب بودن خواندن نمازهای نافله در خانه، که انسان نمازهای نافله اش را در خانه بخواند، سواء الراتبه و غیرها، یعنی فرق ندارد که اون نماز نافله سنت‌های راتبه باشد یا غیر سنت‌های راتبه، در خانه خواندنش مستحب است. والامر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة او الفصل بینهما بکلام، یعنی که و همچنین باب در مسئله امر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة، یعنی به تغییر دادن برای نافله جای خودش را، یعنی تغییر دادن جای فریضه برای نافله، یعنی در یک جا فرضه که خواند نفل را در اونجا نخواند یا سنت را در اونجا نخواند، بلکه تحول کند، یعنی تغییر بدهد مکانش را. او الفصل بینهما بکلامین، یا جدا بکند، فاصله به اندازد بینهما، یعنی بین نماز فرضی و بین نماز سنتی یا نافله، بکلامین، یعنی با سخن گفتن، یعنی اگر سخن بگوید تا اینکه جدا باشد بین فرض و نافله، یا ذکرها را بگوید بعد فرضی بعد بخیزد سنت را بخواند، تا اینکه یک فاصله بین فرض و سنت باشد. این باب امام نووی رحمه الله این باب را گذاشته است و پس در زیر این باب برای ما و شما 4 حدیث می آورد. اولین حدیث این باب حدیث 1127 کتاب ریاض الصالحین هست. عن زید بن ثابت رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: صلوا ایها الناس فی بیوتکم، یعنی نماز بخوانید ای مردم در خانه هایتان، یعنی خانه هایتان، در خانه هایتان همچنین نماز بخوانید، یعنی نماز نافله. فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه، میگه پس هر آینه افضل ترین نماز، با ثواب ترین نماز، نماز شخص در خانه اش است. انسان نمازش رو در خانه اش بخواند، الا المکتوبه، غیر نماز فرضی، یعنی نماز فرضی را نه، نمازهای سنتی، چه سنت راتبه باشد چه سنت غیر راتبه، در خانه خواندن این افضل ترین نماز است. میگه این با فضیلت ترین نماز می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. این حدیث ما و شما را تشویق میکناند به این که در خانه ها همچنین نمازها خوانده شود، یعنی نمازهای نافله و فرضا در مسجد با جماعت خوانده می شود. این بود یکم حدیث این باب. و بعد از این حدیث دوم این باب حدیث 1128 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که وعن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، یعنی که بخوانید بعض نمازهایتون را در خانه هایتون، یعنی بعض نمازها مقصد نمازهای غیر فرضی را، نمازهای غیر فرضی را گفت شما در خانه هایتون بخوانید. ولا تتخذوها قبورا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که شما قرار ندهید خانه هایتون را به مثل قبرستان، یعنی خانه هایتون را به مثل قبرستان قرار ندهید، بلکه نماز بخوانید، یعنی که
قبرستان است که در اونجا نماز خواندن جایز و درست نمی باشد. اما در خانه باید انسان نمازهای نافله یا نمازهای سنت راتبه و سنت های غیر راتبه را بخواند تا اینکه خانهش به مثل قبرستان نباشد. این حدیث متفق علیه است. این حدیث ما و شما را تشویق میکند همچنین برای در خانه نماز خواندن که خانه ها را به مثل قبرستان نگردانیم. بعد از این حدیث 1129 کتاب ریاض الصالحین و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا قضى احدكم صلاته فی مسجده، یعنی که هنگامی که به جا آورد یعنی خواند کسی از شما نمازش را در مسجدش، یعنی در مسجد کسی از شما رفت و نماز را خواند، نماز 5 وقته را، فجعل لبیته نصیبا من صلاته، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس بگرداند، یعنی که اختصاص بتید مخصوص بگرداند از برای خانه اش نصیبا من صلاته، یعنی سهم از نمازش، از همون نمازش سهمیش را، قسمیش را، عدهش را برای خانهش قرار بتید. یعنی که در مسجد وقتی که می رود نماز فرضی را می خواند، نماز سنت را بیاید در خانهش بخواند، یعنی خانهش را به نماز نگذارد. چرا؟ یعنی چی فایده دارد این کار را کردن؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه فإن الله جاعل فی بیته من صلاته خیرا، یعنی که الله سبحانه و تعالی، پس هر آینه الله سبحانه و تعالی میگرداند در خانه اون انسان به سبب نمازی که در خانه اش خوانده است خیرا، یعنی خیر و برکت را میگرداند، در خانه اش خیر و برکت می آید به سببی که در اون خانه این انسان نماز خوانده است. پس این حدیث همچنین ما و شما را دلالت میکناند یا ما و شما را راهنمایی میکند که خانه ها را به نماز نگذاریم، بلکه در خانه همچنین نماز سنت ها را یا نماز نافله خوانده شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 1130 کتاب ریاض الصالحین، آخرین حدیث این باب، و عن عمر بن عطاء، یعنی که از عمر ابن عطا رضی الله عنه روایت است. عمر ابن عطا میگوید ان نافع بن جبیر ارسله الى سائب ابن اخت نمیرین، هر آینه میگن نافع ابن جبیر فرستاده است ویرا، یعنی که عمر ابن عطا را، الى سائبی، به نزد سائب. سائب کی است؟ میگه سائب ابن اخت نمیر است، یعنی که خواهرزاده نمیر است، خواهرزاده سائب خواهرزاده نمیر به نزدش میگه فرستاد عمر ابن عطا را، یسأله عن شیء، یعنی تا اینکه بپرسد سائب را درباره چیزی، رآه منه، یعنی دیده از وی را از وی، یعنی همون مسئله را که دیدگی بود همون مسئله را تا اینکه از اون بپرسن. معاویه فی الصلاة فقاله، یعنی معاویه رضی الله عنه که در نمازش چیزی را دیدگی بودن اون را بگوید، اون را بپرسد. فقاله، پس میگه گفت، یعنی صائب گفت. نعم، میگه بله، یعنی که چیزی از معاویه رضی الله عنه دیده است یا شنیده است، همون را میگوید بله. صلیت معه الجمعه فی المقصوره، میگه خواندم من، یعنی صائب میگوید، صائب خواهرزاده نمیر میگوید که خواندم من همراه معاویه رضی الله عنه جمعه را در مقصوره. مقصوره اینه که حجره که در مسجد میباشد، حجره در مسجد. خب در همون حجره مسجد میگه من نماز جمعه را میگه با حضرت معاویه خواندم. فلما سلم الامام، صائب میگوید که زمانی که سلام داد امام، یعنی نماز جمعه را سلام داد خلاص کرد، قمت فی مقامی، پس میگوید خستم در همون جایی که نماز فرضی را خوانده بودم، جا میگه خستم از جایم خستم و
فصلیتو، پس نماز شروع کردم. امام سلام داد، میگه من از جام خستم و نماز شروع کردم. فلما دخل ارسل الیه فقال، پس زمانی که میگه در آمد حضرت معاویه رضی الله عنه، ارسل الیه فقال، یعنی که نزد من شخص را فرستاد و پس گفت، یعنی که حضرت معاویه نزد صائب شخص را فرستاده گفته است که لا تعود لما فعلت اذا صلیت الجمعه، یعنی که تکرار نکن آن کاری را که کردی هنگامی که نماز جمعه را خواندی. هنگامی که وقتی که نماز جمعه را خواندی این کارت را نکن، این کارت را دیگر تکرار نکن. اون کارش چی بود؟ نماز جمعه را خواند، فرض را سلام داد، از جایش خست، یعنی نماز فرضی را سلام داد و از جایش خست. همین را میگوید که دیگر تکرار نکن. پس میگوید فلا تصلها بصلاتین، یعنی پیوست نکن نماز جمعه را یا نمازی که اول خواندی نماز فرضی را بصلاتین به نماز دیگری، به نماز نافله، به نماز سنت پیوستش نکن. حتی تتکلم او تخرج، تا اینکه سخن بگوی یا که بیرون شوی، یعنی که فاصله به انداز بین نماز فرضی و نماز سنتی. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم امرنا بذلك، پس هر اینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده است ما را به همین. یعنی این گپی که حضرت معاویه برای صائب گفت، میگه این گپی پیغمبر است، گپی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر گفت که الا نوصل صلاتا بصلات حتی نتکلم او نخرج، یعنی تا اینکه پیوست نکنیم، الا نوصل یعنی پیوست نکنیم نماز را با نماز فرضی را با نماز سنت پیوست نکنیم، یک جا نکنیم یا نچسبانیم، حتی نتکلم او نخرج، تا اینکه سخن بگوییم، یعنی در بین فرض و سنت که هست یگان سخن بگوییم، او نخرج یا که بیرون شویم، یعنی جا را تغییر بدیم، یا که از مسجد ببریم و رفته در خانه سنت را بخوانیم اگر خانه نزدیک باشد. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما رو به این امر کرده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. با همین این باب خلاص شد، باب مستحب بودن خواندن نافله ها در خانه، این باب به آخر رسید. اکنون باب نو شروع می شود. باب الحث علی صلاة الوتر و بیان انه سنت مؤکده و بیان وقته، یعنی که باب در مسئله تشویق کردن برای نماز ویتر، که نماز ویتر باید خوانده شود، تشویق کناندن، ترغیب کناندن، و بیان انه سنت مؤکده، و همچنین این باب در مسئله بیان کردن این که همین سنت مؤکده می باشد، این سنت مؤکده می باشد. چی سنت مؤکده می باشد؟ یعنی نماز ویتر، نماز ویتر سنت مؤکده است. و بیان وقته، و همچنین بیان وقت نماز ویتر، یعنی نماز ویتر را کی بخوانیم، کدام وقت بخوانیم. این باب در این مسئله ها برای ما و شما توضیح و دلایل تقدیم میکند. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب چند حدیث ها را تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1131 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که انا علی رضی الله عنه قال، یعنی که از علی رضی الله عنه روایت است که گفت الوتر لیس بحتم كصلاة المکتوبه، یعنی نماز ویتر لیس بحتم، یعنی حتمی نیست، كصلاة المکتوبه به مثل نمازهای فرضی. چطوره که نمازهای فرضی را خواندنش حتمی است که باید نماز فرضی خوانده شود، میگوید که نماز ویتر به مثل این نمازهای فرضی حتمی نیست. از این حساب است که میگوید سنت مؤکده است. ولکن سن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، ولیکن میگه سنت گردونده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت، پیغمبر گفته است که ان الله ویتر یحب الوتر، الله سبحانه و تعالی فرد و یگانه است، دوست می‌دارد ویتر را، فرد را دوست می‌دارد، نماز ویتر را دوست می‌دارد. فاوتروا یا اهل القرآن، پس ویتر بخوانید
نماز ویتر بخونید. ای اهل قرآن، یعنی ای حافظان قرآن، ای شب زنده داران، شب که بیدار هستید، قرآن میخونید، تلاوت میکنید، عبادت میکنید، پس نماز ویتر بخونید. این حدیث دلالت میکند که نماز ویتر حتمی نیست، بلکه سنت است. زیرا که پیغمبر یه عده معینی از مردم با این حدیث تشویق کنانید که ای اهل قرآن نماز ویتر بخوانید، ای حافظان قرآن نماز ویتر بخوانید. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن. این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد. بعد از این حدیث 1132 کتاب ریاض الصالحین. و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت من کل اللیل قد اوتر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در تمام شب نماز ویتر خواندگی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در اول شب هم خوانده است و در بین شب هم در آخر شب، یعنی هر وقتی شب ده می شود نماز ویتر خواند. من اول لیلی، یعنی از اول شب، و من اوسطه، یا در بین شب، و من آخره، یا در آخر شب، یعنی کی که باشد نماز ویتر خواندنش جایز است. یعنی بعد نماز خفتن دیگه نماز ویتر خواندن درست است. و انتهى ویتره الى السحر، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انتهى، یعنی در آخر عمرش ویتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم الى سحر بود، یا تا سحرگاه بود، تا سحر، یعنی در سحر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در بگیم پیش از بامداد، پیش از صبح دمیدن، در آخر عمرش میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز ویتر را ادا میکردند. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1133، حدیث 1133 می کتاب ریاض الصالحین. و عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر گفتند اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، یعنی قرار بدید شما آخرین نمازتان را در شب با نماز ویتر. یعنی انسانی که میخواد نماز تهجد بخواند، در شب نماز نافله بخواند، پس میگوید که آخرین نماز شبش باید نماز ویترش باشد. آخرین نماز شب میگه نماز ویتر قرار بدید. این حدیث متفق علیه است. یا این حدیث همچنین دلالت میکند که نماز ویتر باید در آخر شب خوانده شود. کسی نماز تهجد خواندنی است، کسی که نماز نافله شب زنده دار است، پیش از صبح نماز ویتر بخواند افضل و خوبتر و بهتر می باشد. بعد از این حدیث 1134، حدیث 1134 کتاب ریاض الصالحین. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اوتروا قبل ان تصبحوا، یعنی نماز ویتر را بخوانید شما پیش از آن که صبح بدمد، پیش از صبح دمیدن شما نماز ویترتون بخونید. این در آخر شب پیش از صبح دمیدن نماز ویتر باید خوانده شود. پس اینها وقتای نماز ویتر است. یعنی در اول شب هم بخوانی می شود، در بین شب هم بخوانی می شود، در آخر شب هم بخوانی می شود، اما افضل و خوبتر در آخر شب خواندن نماز ویتر است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 1135 و عن عایشه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی صلاته باللیل، میگه که از عایشه رضی الله عنها روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود یصلی صلاته باللیل، یعنی میخوان نمازش رو در شب، و هی معترضه بین یدیه، و حضرت عایشه رضی الله عنها معترضه بود در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. معترضه خواب بود،
حضرت عایشه رضی الله عنها در پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواب بود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز شبش را میخوند. فاذا بقی الوتر، یعنی نماز شب را وقتی خلاص میکرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نماز تهجد را، نماز قیام لیل را، فاذا بقی الوتر، وقتی باقی میموند نماز ویتر، یعنی نمازهای شب بود میشد، وقتی نماز ویتر که میشد ایقظها فاوترت، پس میخیزون پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه را، فاوترت، پس حضرت عایشه رضی الله عنها همچنین نماز ویتر را میخواندند. حضرت عایشه هم نماز ویتر را در آخر شب پس میخواند. میگوید رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. و فی روایت له، در یک روایت دیگر در امام مسلم آمدگی است که فاذا بقی الوتر قال، پس هنگامی که میگه باقی میمون نماز ویتر، یعنی پیغمبر نماز شب را خلاص که میکرد وقتی نماز ویتر میشد، پیغمبر میگفت که قومی فاوتری یا عایشه، میگفت بخیز نماز ویتر را بخوان ای عایشه. حضرت عایشه مادرمون را پیغمبر این طور میگه بیدار میکرد تا اینکه نماز ویتر را بخواند. بعد از این حدیث 1136 کتاب ریاض الصالحین. و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند بادر الصبح بالوتر، بادر الصبح بالوتر، یعنی که شما نماز صبح، پیش از نماز صبح نماز ویتر را ادا بکنید. بادروا الصبح، یعنی که پیش از نماز صبح نماز ویتر را شروع بکنید، نماز ویتر را بخوانید. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده است و گفتگی است که حدیثی حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث 1137 کتاب ریاض الصالحین و آخرین حدیث این باب. و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت جابر میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من خاف ان لا یقوم من آخر اللیل، یعنی هر کسی که بترسد که نمیخیزد در آخر شب، کسی که ترس داشته باشد در آخر شب خیسته نمیتواند، فلیوتر اوله، پس نماز ویترش رو در اول شب بخواند، پیش از خواب کردن بخواند. کسی که از خیستنش باوری ندارد یا میترسد که در خواب میماند. و من طمع ان یقوم آخره، و هر کسی که امید داشته باشد که میخیزد در آخر شب، یعنی کسی باور دارد از خودش که در آخر شب پیش از صبح خیسته میتواند، فلیوتر آخر اللیل، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که پس نماز ویتر را در آخر شب بخواند. فإن صلاة آخر اللیل مشهودتون، چرا در آخر شب بخونیم نماز ویتر را؟ میگه پس هر آینه نماز آخر شب مشهوده است، یعنی به حضور ملائکه ها است، ملائکه ها اشتراک میکنند در نمازی که در آخر شب خوانده می شود. و ذلک افضل، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این افضل و خوبتر است که در آخر شب نماز ویتر خوانده شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. یعنی برای کی افضل و خوبتر است که در آخر شب نماز ویتر بخواند؟ برای همون کسی را که از خودش باور دارد که در آخر شب خیسته نمیتواند. اما کسی که باور ندارد، برای اون افضل این است که در همین اول شب بخواند، یعنی که برای ثواب زیادتر میگیریم، گفته باز از نماز ویتر قضا نکند. این بابم به آخر رسید. باب نو، باب فضل صلاة الضحى و بیان اکثرها و اقلها و اوسطها، یعنی باب در مسئله فضیلت نماز چاشت و بیان اکثر رکعتش، یعنی چند رکعت بخونیم بسیارترین یا کمترینش، یا اوسطش یعنی که بین چند رکعت است، و الحث علی المحافظه علیها، و همچنین تشویق برای پایبند بودن به نماز ضحی. این باب در این مسئله ها گفتگو میکند
انشاءالله این باب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.